عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بزرگواران. من مهشا ضیاپور هستم، فرزند زنده یاد جلیل ضیاپور. قبل از هر چیزی اجازه میخوام که از طرف خودم و به نیابت از طرف خانواده ضیاپور از همه مسئولین دستاندرکار برای برگزاری این مراسم قدردانی و سپاسگزاری کنم. از جناب آقای مسرور مدیرعامل محترم سازمان منطقه آزاد انزلی، جناب آقای فاتحی معاون محترم فرهنگی اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد انزلی و همینطور جناب آقای کاظمیان مدیر محترم فرهنگی هنری این منطقه. من با توجه به اینکه سالیان سال در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت کردم، میدونم که برای برگزاری این مراسم در جامعه‌ای که خیلی برای هنر و هنرمندان ارزش قائل نیستند، برگزاری چنین مراسمی با چه دشواری‌هایی مواجه است. سپاسگزاری ویژه دارم از طرف خودم و خانواده از سرکار خانم حکیم الهی، هنرمند گرامی که با دستان پرتوان خودشون سردیس پدر رو ساختن و جای بسیار قدردانی داره. با توجه به اینکه جلیل ضیاپور زاده انزلی بوده و در واقع از مفاخر انزلی بوده و متعلق به شما دوستان انزلی چی هست، من فکر میکنم که به همون میزانی که من و خانوادم در مورد جلیل ضیاپور و کوشایی بیش از نیم قرن ایشان در زمینه فرهنگ و هنر اطلاعات داریم، شما هم به همون میزان این اطلاعات رو دارید. با توجه به ضیق وقت فکر میکنم که شاید کافی باشه که به شکل بسیار خلاصه فعالیت‌های ضیاپور رو عنوان کنم و از حضورتون مرخص بشم. همونطور که میدونید جلیل ضیاپور پدر نقاشی مدرن ایران و مؤسس انجمن هنری خروس جنگی بودم و در واقع هنرستان دختران و پسران را در تهران تأسیس کردند. مؤلف بسیاری از کتاب‌های تحقیقی پژوهشی در زمینه پوشاک هستند که الان به عنوان منبع در داخل و خارج از کشور ازشون استفاده میشه و بسیاری از فعالیت‌های دیگه، صدها سخنرانی، صدها مقاله و به هر حال جایگاه رفیعی در تاریخ هنر ایران داشتن. من باز هم تشکر میکنم از همه مسئولین محترم منطقه آزاد انزلی و امیدوارم که شاهد اطلاع فرهنگ و هنر ایران هر روز بیشتر از دیروز باشیم و قطعاً ارج نهادن به مفاخر ملی کشورمون، ارج نهادن به تمدن و فرهنگ ایران هست. عرضی ندارم، سخنم رو کوتاه میکنم. بی نهایت سپاسگزارم.